یک جوان وقتی میتونه بگه من سالم و مفید و مؤثر و فعال هستم که 4 تا سین داشته باشه. 4 سین. در روزای نوروز 7 سین میباشن. این 4 سین است. یکی سین سلامتی. جوان فعال اول جوانی است که جور است. جسماً جور است، فکراً جور است. درگیر مریضی ها نیست. اولین کاری که میکنی بچه از صحتت سر از این سر اصول گپ میزنیم. همیالیم برات بگیم که اولین کار میکنی نشست یک جوان جور باش. جوان مریض به خدا به درد نمیخوره. به درد کی میخوره؟ به درد فامیل نمیخوره. هفتیده گردی خلا مکم گرفت فامیل از او چی کنه؟ بگه برو بچه میخواد نان پیدا کنه نمیکنه. این مجبور است پشت کنه ببره گرده چه تداوی کنه بره. جوانی که مشکل روانی داره خب نمیگم اونا را موتو کمک باید بکنیم دستشان بگیریم، ولی موتویی که اینجا هستیم از صحت خود مراقبت کنیم که بار دوش نشیم. اولین صفت یک جان فعال جور بودنش است. آدم مریض کار نمیتونه، فعالیت نمیتونه. دومین سینش سین سازندگی است. در مسیر جور کردن است. جور میکنه، در مسیر تخریب نیست، خرابکار نیست. اگه خرابکار هستی تو جوان نیستی. انسان ها را، شخصیت ها را خراب میکنی. شخصیت کشی نکن، بساز، شخصیت بساز.